فلامنگویان موجودات استعدادی هستند. این یکی از استعداد آنهاست و این هم استعداد دیگر آنهاست. اما این یکی حرکت در زمره حماقت‌های این جاندار طبقه بندی می‌گردد. اما هنر گنده آنها مهاجرت است. حال دلیل مهاجرت آنها چیست؟ نگاه، این هم یک دلیل دیگر و باز هم دلیلی دیگر و باز هم حتی در گرما. این همه دلیل دیگه چی میخواد؟ بنابراین آنها با کاهش دوا مهاجرت خود را میآغازند. سؤال اساسی این است که آنها چگونه جهتیابی میکنند و پاسخ اساسی این است که آنها نوشته های نشقه را میخوانند. اما برخی دانشمندان عقیده دیگری دارند. استفاده از قطب نما که حرف مفتی بیش نیست، زیرا آنها جیبشان کجا بود که قطب نمایی در آن گذارند، پس غلط است. در سال 1821 سر شوان دون جان مستل روش حلقه را ابداع کرد. او یک حلقه به پای فلامنگو بست، سپس یک نخ از آن آویز کرد و آن نخ را به دست خود گرفت و فلامنگو را دنبال کرد. 6 ماه آزگار او را تعقیب کرد و دوان دوان یک نفس دوید و تنها نتیجه حاصل این بود که 150 پوند وزن کم کرد. اما میراث او برای دانشمندان به جا ماند. امروز دانشمندان حلقه‌ای به پای راست فلامنگو می‌بندند تا بتوانند مسیر او را تغییر نمایند. سپس کنار این دریاچه زیبا منتظر فلامنگو میمانند تا بی آمد. فلامنگوی نشانه گذاری شده ما این نبود. حلقه در پای دیگر دارد. این پرندگان موجودات زمانه ای شده است. هر کس هر کاری می کند بلافاصله مد می شود. اما این خاصیت فلامنگویان است. آنها بلافاصله خود را به مد روز تطبیق می دهند. حالا که اینطور شد، دانشمندان جدید به احترام آن دانشمند قبلیه به میراث او گیرنده وصل می کنند. حال از روی صفحه رادار می توانیم مسیر میراث را تعقیب کنیم. آنها در این مسیر بیوقفه حرکت می کنند. که نیازهای طبیعی هر جانور قابل احترام است. آنها پس از رفع نیاز خود سبکبالانه به مسیرشان ادامه می دهند. چرا برگشت؟ عجیبه. آری این حلقه مال اون فلامنگویه. های تو چیکار میکنه؟ در آری میراث را به چندراز می فروشد تا خرج سفر در آورد. تنها راه باقی مانده نصب دوربین های سبک بر فلامنگوست. از اینجا به بعد مسیر میراث فروش ثبت می شود. ما هنوز کشف نکردیم که چطور، اما بالاخره فلامنگویان به مقصد رسیده و تخم گذاری میکنه. اما تنها تعداد اندکی از کودکان آنان سالم به دنیا میآیند. والدین مشغول ایجاد فضای مرفه و تربیت فرزندان هستند و از هیچ گونه امکاناتی برای آزادی و رفاه آنها دریغ نمی کنند. همه چی آروم است. دوباره فصل گرما از راه می رسد و باز داستان مهاجرت پرندگان این گونه طبیعی از راه می رد.